بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ توانا. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر آمدین؟ خدا را شکر. بیاین که بخیر درس خود شروع کنیم. امروز در مضمون تاریخ گپ بسیار جالب است که باید بخوانیم، بشنویم و بفهمیم. درس ما درس 13 فصل 2 تاریخ صنف 9 شماست که درس فعلی در صفحات 29 و 30 کتابتان آمده. سوال پرسیده. چی پرسیده؟ گوش کنین. آیا در مورد تجاوز اول انگلیس بر افغانستان معلومات دارید؟ ما شما می‌فهمیم که انگلیس چندین بار بر افغانستان حمله کرده، تجاوز کرده که در درس فعلی در مورد تجاوز اول انگلیس بر افغانستان باید بخوانیم و بفهمیم. ای که چی شرایط، کدام اوضاع، کدام عوامل سبب شد تا بار اول انگلیس‌ها به افغانستان تجاوز کنن، حمله کنن، در درس امروز خود فهمیدیم. اما پیش از اون مرور کوتاه به درس گذشته خودم داشته باشیم. زیاد نمیگم. به خاطر چی؟ به خاطر که درس فعلی ما بسیار زیاد است و گپایش هم زیاد است که باید بفهمیم. در درس گذشته ما شما در مورد امارت اول دوست محمد خان گفتیم. ای که دوست محمد خان کی بود، چگونه به قدرت رسید، چی کارا شد، بالاخره چطور دوست محمد خان سلطنتش و پادشاهی و حکومتش از بین رفت، کاملا گپ زدیم. در اون مورد براتون چند سوال کارخانگی هم داده بودم که کارخانگیتان حل کردین و دیگه نیاز نیست تکرار کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اما بیاین که در مورد جنگ اول و تجاوز اول انگلیس بر افغانستان بگیم. اولین هدف درس ما شما کسب معلومات در مورد تجاوز اول انگلیس بر افغانستان است. ما شما باید بفهمیم که چرا، از کدام طریق، به واسطه کیها و با کمک کیها انگلیس‌ها به افغانستان تجاوز کردند و آمدن سرزمین ما شما را گرفتن. و هدف دوم درس ما شما کسب معلومات در مورد عوامل زمینه‌ساز تجاوز اول انگلیس بر افغانستان است. ما شما باید بفهمیم که کدام عوامل و دلایل بیرونی و داخلی سبب شد تا بار اول انگلیس‌ها به قلمرو سرزمین ما شما تجاوز کنند. گوش کنین که دقیق گوش کنین. نامایی که در این درس زیاد شنیدین، در تاریخ زیاد تکرار شده و نامای بسیار زیاد مشهور هم است که در تاریخ آمده. تعرض اول انگلیس به افغانستان به اساس یک مفکوره که انگلیس ها داشت و اون مفکوره حفظ تاج طلایی در نیمکره هند بود. به خاطر چی؟ به خاطر که انگلیس ها به خاطر اجرای برنامه استعماری خود در پشت بانه نگشتن. میخواستن که هر موضوع را، هر مسئله را و زمانهای مختلف بهانه گیری کنن که در این وضعیت بهانه پیدا کردن و کس را به نام مکناتن به حیث نماینده دولت هند بریتانوی با شاه شجاع و رنجیت سنگ رابطه قایم میکنه و کوشش میکنن که از این طریق آهسته آهسته زمینه سازی تجاوز اول انگلیس و افغانستان مساعد شود که در 25 جولای سال 1838 میلادی معاهده سه جانبه بین رنجیت سنگ، شاه شجاع و مکناتن امضا میشه که در این معاهده مکناتن و رنجیت سنگ اختیارات بسیار زیاد داشتن، اما شاه شجاعی که از جناح افغانستان در این معاهده امضا کرده بود یک آدم فراری بود، از همین خاطرم فاقد صلاحیت بود و هیچ صلاحیت نداشت. اما انگلیس‌ها در عوض بر شاه شجاع میخواین که ایره برگردانن بر تاج و تخت افغانستان که او را از یک حصه افغانی در ماورای سند که شامل کجاها میشد؟ شامل کشمیر میشد، پشاور، دیرجات و خیبر که حدود حکمروایی دوست محمد خان بود، به نفع رنجیت سنگ منصرف میسازن و برش میقبولانند که با هیچ دولت دیگه هم که مخالف دولت انگلیس است روابط سیاسی برقرار نکنه و قائم نکنه و استقلال هرات که به دست برادرزادهش کامران بود قبول کنه و مداخله در امور هرات هم هیچ وقت نکنه. تحت این شرایط و تعهدات قوای انگلیس تحت قماندانی سرجان کین و نماینده خودمختار انگلیس که پیشتر هم براتون گفتم مکناتن بود و شاه شجاع در فوریه 1839 میلادی از طریق بلوچستان و دره بولان به قندهار حمله میکنند
آهسته آهسته دیگه حملات انگلیس بالای سرزمین افغانستان شروع میشه که تجاوز اول انگلیس شکل میگیره و آهسته آهسته داخل خاک ما میشه. اما در این وضعیت که سر قندهار حمله میکنن، برادران قندهاری از نماینده روس تقاضای کمک میکنه، ولی روسا هیچ نوع همکاری به اونا نمیکنن که در اینجاست عدم صداقت روس هم آشکار میشه. اما بالاخره برادرای قندهار مایوس میشن و عقب نشینی میکنن و ایران فرار میکنن که شاه شجاع هم داخل قندهار میشه. در قندهار مکناتن با شاه شجاع معاهده دیگر امضا میکنه و از شاه شجاع تعهد میگیرن که یک عسکر دائمی انگلیس در افغانستان با یک نفر نماینده سیاسی با نو اجازه بده و به این ترتیب قوای انگلیس با شجاع از طریق غزنی طرف کابل آهسته آهسته دیگه حرکت میکنن و کاپیتان ویت با شاهزاده تیمور پسر شاه شجاع از طریق دره خیبر و جلال آباد بالای کابل هم حمله را شروع میکنن و طرف کابل میان. امیر دوست محمد خان که بین دو جبهه جنگ شرقی و غربی قرار داشته و قرار گرفته و آمادگی لازم هم به خاطر این جنگ نداشته، نگران میشه و قبل از مقابله با قوای دشمن فرار میکنه و به بخارا پناهنده میشه و قوای دشمن که انگلیس بوده آهسته آهسته دیگه داخل کابل میشن، میان کابل میگیرن. دوست محمد خانم کمک کرده که در بخارا از روس انتظار داشت حاصل نمیکنه و روس هم دیگه منصرف میشه. این باعث مایوسی دوست محمد خان میشه و دوباره به افغانستان برمیگرده و خود به انگلیسا تسلیم میکنه که انگلیسا هم دوست محمد خان به کلکته هند میفرستن و روان میکنن. این تمام گپایی بود که ما شما آمدیم در مورد تجاوز اول انگلیس بر افغانستان گفتیم که انگلیس ها با برنامه‌ای که داشتن و هیچ وقت نمیخواستن که سرزمین پهناور هند و تاج و تختی که در هند برقرار کرده بودند او را از دست بدن. از همین خاطرم میخواین که قسمت‌های دیگره، کشورهای دیگره، مناطق دیگره از جمله افغانستان با اون دسایسی که داشتن بگیرن و بالاخره با شاه شجاع، رنجیت سنگ و نماینده دولت هند بریتانوی مکناتن یک معاهده امضا میشه که در اثر این معاهده رنجیت سنگ و مکناتن اختیارات بسیار زیاد داشتن، اما شاه شجاع چون یک آدم فراری بود هیچ نوع اختیار و صلاحیت نداشت و بعد از او با شاه شجاع یک معاهده دیگر هم امضا میکنن که در اثر اون معاهده از شاه شجاع میخواین که در کار هرات که به سرپرستی کامران برادرزادش بود در اونجا هم دخالت نکنم و این زمینه سازی میشه که انگلیس با کمک شاه شجاع و پسر شاه شجاع از سمت غرب، گفتیم که از قندهار بعدن غزنی بیاین وارد کابل شدن و از طرف پشاورم از طریق راه جلال آباد بیاین بر کابل حمله کنن که در این زمان از دوست محمد خان از این وضعیت نگران و پریشان میشه، فرار میکنه به بخارا و بخارا که میره از نماینده روس تقاضای کمک میکنه ولی روسا هیچ نوع همکاری به اونا نمیکنن که در اینجاست عدم صداقت روس هم آشکار میشه. دوباره میای به کابل، خدا به کابل در کابل به انگلیسا تسلیم میکنن. انگلیسا هم یادمه به کلکته روان میکنن و کابل، تمام کابل حاکمیتش میگیرن. به این شکل است که تجاوز اول انگلیس بر افغانستان شکل میگیره. این گپایی بود که ما شما در مورد تجاوز اول انگلیس ها بر افغانستان گفتیم و خواندیم. انشالله فهمیدین؟ سوال ندارین؟ بسیار خوب. بین که کارخانگیتان هم بگویم و بخیر کم کم تمام کنیم. قلم ها و کتابچه آماده، سوالایی که من براتون میگم حتما نوشته کنین. یک چیزم یادم نره در جریان درس، انشالله شما که درس هم میبینین، من تصویرهای مختلف از جنگ اول افغان و انگلیس و از تجاوز اول انگلیس بر افغانستان نشان میدم. ببینین که مردم ما با چه امکانات کم، یعنی هیچ امکانات نداشتن، در مقابل یک امپراتوری ایستاد شدن، در مقابل یک گروهی که دنیا را میخواستن تسخیر کنن ایستادگی کردن و در بار اول بالاخره انگلیس را شکست دادن که در درس‌های آینده ما شما در مورد شکست اول انگلیس هم توسط افغانا خواد گفتیم و خواد فهمیدیم. بیاین که سوالات کارخانگیتان هم بگویم و بخیر تمام کنیم. نوشته کنین. سوال اول: معاهده لاهور
در کدام تاریخ و بین کدام اشخاص به امضا رسید؟ باز میگم، معاهده لاهور در کدام تاریخ بین کدام اشخاص به امضا رسید؟ سوال دوم نوشته کنین. سوال دوم، انگلیس ها از کدام سمت ها و تحت قمانده کدام اشخاص بالای افغانستان حمله کردند؟ شما میگین که انگلیس ها در رأس این لشکر خود و قوای خود کیها را تعیین کردند و از کدام مناطق افغانستان آمدن داخل کشور ما شدن؟ ما شما گفتیم که از سمت غرب و از سمت شرق آمدن داخل سرزمین ما شدن تا بالاخره به کابل رسیدن. اونمو افراد که انگلیس ها را کمک کرد نام میگیرن که کیها بودن. یادتون باشه پدر و بچه بودن. نامایش با شما میگیرن برام که کیا بودن. و سوال سوم، در معاهده قندهار مکناتن از شاه شجاع چه تعهد گرفت؟ توضیح دهید. در معاهده قندهار مکناتن از شاه شجاع چه تعهد گرفت؟ بنویسید. توضیح دهید. ما گفتیم که انگلیس ها با شاه شجاع 2 تعهدنامه امضا کردن که هر 2 تعهد انگلیس از شاه شجاع بعضی چیزا را خواست که باید پابند از اون بود. باید مداخله نمیکرد، باید نماینده انگلیس در خاک افغانستان اجازه میداد و بسیاری از مناطق باید منصرف میشد. بالاخره وعده که برش دادن او را عملی نکردن و یم سرزمین ما را سپرد به انگلیس ها. امی بود که تجاوز اول انگلیس به افغانستان موفق میشه، اما خوشبختانه باز مردم افغانستان نقاط مختلف افغانستان علیه تجاوز ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن، جهاد میکنن و تجاوز اول انگلیس بالاخره شکست میخوره و فرار میکنن تا برسیم به جنگ دوم و تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان که در درس‌های آینده انشالله حتما در موردش ما شما گپ خود زدیم، خود فهمیدیم و معلومات خود زیاد خود کردیم. اما کتابتان هم باز کنین، کتابتان بخوانین پیش از اینکه به صنف بریم، یک معلومات و یک گپایی رو بفهمین در مورد درس آینده ما که پیشتان باشه خوب است. تا که بازم همدیگه را میبینیم، تمامتان به خداوند بزرگ توانا میسپارم. همیشه درسایتان بخوانین، مطالعه کنین، خوابتان باید کافی باشه، ورزش کنین، متوجه صحتتان باشین، احترام پدر و مادرتان کنین، همیشه سپاسگزار نعمتهای الله متعال باشین که خداوند در این دنیا و در او دنیا ما و شما را خوشبخت داشته باشه. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.